چیکار کنه آیت الله خامنه‌ای؟ شمشیر برداره بره توی مجلس بگی که وای ماندگان را برکنار کنید، مجلس را منحل کنید. اصلا تعریف ولایت فقیه نیست. آیت الله خامنه‌ای در منطقه سرباز وفادار گوش به فرمان داشت و بعد در منطقه تبدیل به قدرت شد. در اقتصاد ندارد. من از شما سوال میپرسم، آیت الله خامنه‌ای مگر 15 فروردین 402 مگه موضع نگرفتن که چرا به دلار دارین توی کشور حاکمیت میدید؟ چرا شما به دلار حاکمیت میدید؟ چرا برای ریال رقیب رو تقویت میکنید؟ مگر در حکم تنفیذ آقای رئیسی نگفتن که تقویت پول ملی صورت بگیره؟ آیا الان در اقتصاد همچین سرمایه‌گذاری دارن آیت الله خامنه‌ای؟ آقا فرمودن که واردات کالای مشابه داخلی باید حرام شرعی و قانونی اعلام شود. شده؟ کی باید انجام بده؟ مگه نگفتن که آقا واردات گوشی لوکس آمریکایی باید ممنوع بشه؟ مگه در همون شروطی که برای برجام گذاشتن نگفتن که آقا واردات کالای مصرفی از آمریکا ممنوع باشه؟ کی باید انجام بده؟ بعد شما نماینده اصولگرای مجلس نامه زده به معاون اول که آقا واردات آیفون باید آزاد بشه. با کی انجام بده آیت الله خامنه‌ای؟